درود بر شما. اخبار امروز شنبه 11 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. در نهایت پروازی در انتظار هواپیماها بین تاشکند و دوشنبه را از سر گرفتند. هواپیمای ازبکستان هوایی‌لاری امروز و بعد از 25 سال در فرودگاه دوشنبه نشست. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامان ایر نیز هفته 2 مراتب انجام شوند در نظر است. مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اصفهان بیشتر از $60,000 را غارت کردند. قصر سفید گفت در صورت تکرار حمله‌های کیمیایی نیروهای حکومتی به مردم آسایشته از احتمال دور نیست که سوریه باز موشکباران شود. دیدن مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت. تفصیل خبرها. بعد از 25 سال در نهایت پرواز هواپیماها میان دوشنبه و تاشکند سر گرفته شد. روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایی‌لاری با 25 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست و قرار است از این بعد در خط سیر تاشکند دوشنبه هفته 2 مرتبه پرواز کند. شادمان یتیم و مردان محمد امروز در فرودگاه دوشنبه بودند. صبح امروز هواپیمای شرکت ازبکستان هوایی‌لاری ازبکستان با فرودگاه دوشنبه نشست. این نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمای ازبکستان است که بعد از 25 سال صورت می‌گیرد. هواپیمای شرکت ازبکستان ساعت 8:05 صبحی 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیط خریداری کردند. پروازها در سمت تاشکند دوشنبه تاشکند علکای به جدول پروازهای فرودگاه بین‌المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکستان هوایی‌لاری هفته 2 مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامان ایر نیز هفته 2 مرتبه انجام شوند در نظر است. مسافرانی که از سمت تاشکند به دوشنبه آمدند برقرار شدن خط هوایی را زمینه برای رشد تجارت و همکاری اقتصادی می‌دانند، زیرا اکثر این مسافران تاجرانی هستند که در فارم صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه روز 17 اپریل شرکت خواهند کرد. برقراری پروازها امکان می‌دهد که زود پرواز کنیم. برای گرفتن ویزا هم مشکلی نیست. توسط وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی گرفتیم. حالا چنین امکانیت فراهم شده است. هفته گذشته هیئت‌های نهادهای هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازهای میان دو کشور را امضا کرده، بدین ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیط هواپیما تاکید می‌کنند. نرخ بلیط به یک سمت 130 یورو ارزش دارد. به گفته آنها این نرخ برای صاحبکاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می‌دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایی‌لاری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن بر روز 11 اپریل به تأخیر گذاشته شد. مسئولین تأخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تأخیر در آغاز فروش بلیط‌ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در شهر تاشکند ربط داده بودند. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. بحث از سر گرفتن پروازها بین دوشنبه و تاشکند چند ماه باز ادامه داشت و شرکت سامان ایر اعلام کرد که آماده بود ماه فوریه پروازها را از سر بگیرد، ولی به سبب‌های فنی هنوز هم این شرکت حق انجام این پرواز در خط سیر دوشنبه تاشکند را نگرفته است. مقامات تاجیکستان گفتند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اصفهان بیشتر از $60,000 را غارت کردند. با گفته مقامات شب 8 و 9 اپریل گروه نامعلوم به خانه صراف نورالله مظفرов در شهر اصفهان وارد شدند و او را لطوکوب کردند و 150,000 سومانی، 2 میلیون روبل روسی و $10,500 را با خود بردند.
بار اول نیست که در ولایت سوخت خانه صرافان را غارت میکنند. ماه یونی سال 2013 گروه غارتگران به خانه طلا فروش در ناحیه باباجان غفورов وارد شدند و در مجموع 5 نفر را کشتند و خانهشان را آتش زدند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه عائله رحمت‌وفا ساکنان شهر خوجند را دستگیر کردند و 7 نفر اعضای خانواده برای غارتگری و قتل بیرحمانه به زندان محکوم شدند. سر میزنیم به کشورهای دیگری عالم. کشورهای صنعتی عالم معروف به نام هفتگانه بزرگ سعی دارند برای فشار بر رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کشورهای دیگر را به دست بیارند و روز سه‌شنبه به ملاقات در شهر لوکا ایتالیا 5 کشور خاورمیانه را هم دعوت کردند. روز سه‌شنبه در عرفه سفر کاتب دولتی امریکا رکس تیلرسون به مسکو، وزیران کارهای خارجی 7 کشور صنعتی عالم همراه با متفقانشان از خاورمیانه مسئله در انزوا قرار دادن پرزیدنت سوریه بشار اسد را بحث کردند. در ملاقات شهر لوکای ایتالیا در برابر وزیران 7 کشور یا گروهی به اصطلاح هفتگانه بزرگ، نمایندگان ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر هم حضور داشتند. اشتراکداران این نشست با اشاره به حمله کیمیاوی رژیم سوریه بالای شهر ادلیب زیر نظارت آشوبگران می‌خواهند که روسیه پشتیبانیش از بشار اسد را خاتمه بخشد. قبل از آغاز نشست روز دوشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا بریس جانسون ابراز داشت که کشورهای هفتگانه بزرگ امکان توسعه تحریمی فرماندهان سوریه و روسیه را بررسی خواهند کرد. روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم درباره سوریه صحبت کرد و گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای حل بحران سوریه همکاری خواهد کرد. با اشاره به موشکباران سوریه از طرف نیروهای آمریکایی، حسن روحانی تاکید کرد که سوریه باید اقدامات روی دست بگیرد که به گفته او واشنگتن از کرده‌اش پشیمان شود. پاسخی بدم به تروریست ها که برای آمریکایی ها روشن بشه این گونه امور نمیتونه مشوق تروریست ها باشه، نمیتونه وسیله‌ای بشه برای ادامه حضور تروریست ها و باید ضربه هایی که به تروریست ها وارد میشه آمریکایی ها رو پشیمان بکنه از این کار. دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهة النصرة. و روز دوشنبه قصر سفید تاکید کرد که اگر در سوریه حمله‌های کیمیاوی ادامه یابند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آماده است برای حمله‌های علاوه‌ای موشکی به سوریه امر بدهد. دیدن مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت. موشکباران پایگاه هوایی شیرات اولین ضربه مستقیم امریکا در جنگ 6 ساله شهروندی در سوریه است. حکومت دونالد ترامپ اعلام کرده است که جانبداری از قدرت دور شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می باشد. امروز در شهر استکهلم محاکمه مقدماتی راحت عاقلوف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم شروع شد و او اعتراف کرده است که واقعا حمله را انجام داد. شهروندی 39 ساله ازبکستان به تروریسم متهم می شود. مقامات شویتس می گویند محض راحت عاقلوف روز 7 اپریل ماشین بارکشی را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. بنا به گزارش‌های تصدیق نشده او با یک افراطگرای تاجیک در سوریه هم ارتباط داشته است و درباره پرونده راحت عاقلوف صحبت داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که این حادثه را پیگیری کرد. سیراج الدین، به برنامه ما خوش آمدید و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت عاقلوف میگفتی که چی گذشت آنجا؟ خب محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود
رحمت عاقلوف اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است. گفته میشد که گویا به او حق اقامت ندادند و میخواستند از شویتسه اخراج کنند. بله، رحمت عاقلوف خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 هم به شویتس آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردن و در نتیجه سال گذشته ماه ایون 2016 هم با او گفتن که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختند، ولی آنها گفتند که عقیده‌های خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده‌های داعش را، یعنی دولت اسلامی را خیلی پیگیری میکرد. این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه‌های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت میکرد است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟ بله، گویا با دو نفر تماس داشته طریق تلگرام، یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از شهروند روسیه، احتمالاً از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد، با یک نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات میکردن. برای فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است چی جزئیاتی به دست آوردید؟ نامش را اعلام نکردند ولی نامش به ما معلوم است. او نیز شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند می باشد گویا. ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت عاقلوف ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم. آخرین سال البته مشاهده می شود که در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان بحث زیاد است راجع به اینکه چرا شهروندان ازبکستان به حمله‌های اخیری از جمله تروریستی دست دارند. چی میگویند؟ چرا به این راه میروند؟ بسیار بر این عقیده هستند که گویا این نتیجه سیاست تندروانه سختگیری اسلام کریموف بود و در نتیجه یک گروه جوانان که از سیاست کریم ناراضی بودند از کشور بیرون رفتند و به گروه های تندرو اسلامی گویا شامل شدند. تشکر سرجدی. و سر میزنیم به اوکراین که آنجا با وجود سازش شکننده آتش بس در شرق کشور درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. حالا بمب‌های ناترکیده و مینه و دام‌های ترکنده به قاتل‌های پنهانی نه تنها سربازان بلکه کشاورزان و مردم عادی در اینجا تبدیل شدند. کیومرسیاتا گزارش می‌دهد. این مینه‌روبان اوکراینی با احتیاط اطراف مکتب ویران شده در جنگ را جستجو دارند و چیزی را که می‌جستند می‌یابند. در روستای استانیتسیا لوهانسک سال 2014 هم هنگام پس گرفتن آن از دست جدایی طلبان طرفدار روسیه جنگ‌های سخت شد. ساکنانش می‌گویند که اینجا مینه و موشک و نارنجک‌های ناترکیده زیاد است. در خانه همسایه لیلیا دام‌های ترکنده یافتیم. وقتی خانه را نگاه می‌کردیم دام را دیدیم. سیم را یافتیم که به نارنجک وصل شده است. عین وضع در منطقه‌های دیگر شرق اوکراین نیز هست. لوبوف میرانینکوی 65 ساله در دهه‌شان ترویتسکا به دام ترکنده برخورد و حالا در شفاخانه است. نارنجک ترکید و پا و پشت و دستان مرا مجروح کرد. مشکلی بزرگ این است که هیچ نقشه میدان‌های مینه‌کاری شده وجود ندارد. واضح هم نیست آنها را کی کاشته است. این گزارش وزارت دفاع اوکراین از ماه مارس میگوید که در نتیجه ترکش ابزار نامعلوم 2 سرباز کشته شدند. می شود که انسان ها می روند یا فراموش می کنند که مینه را کجا گذاشتند یا مینه را که سال 2014 گذاشتند یافته نمی توانند. جمع آوری حاصل خوب در دونباس هیچگاه آسان نبود ولی حالا خطرناک شده است. این تراکتور هنگام شدگار نابود شد و مینه ها هم به زودی از بین نمی روند. با گذشت 25 سال از جنگ یوگسلاوی سابق آنجا برچیدن مینه ادامه دارد.
در اینجا با وجود سازش آتش بس جنگ خاتمه نیافته است. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.